خب باز دوباره برگشتیم با یه برنامه تخمه دیگه. اگه جدیدی تو کانال باید بگم که تخمه چیز خیلی نادریه که همیشه تو کانال ما انجامش نمیدیم. یه سری ویدیوهاییه که با شروع یه فصل یه سریال خیلی محبوب همه که دوستش داریم شروع میشه و ما قسمت به قسمت با هم میشینیم اینجا راجبش گپ میزنیم، ایسترگ میگیم، موشکافی میکنیم، تحلیل میکنیم، نقد میکنیم، یکم با شوخی میکنیم، همه کار تو تخمه میکنیم. و اما یه اصل ضروری که اصلا اگه هر کسی این کارو انجام نده من نمیخوام بشینه پای این ویدیو، اینه که چی؟ همه باید دور هم تخمه بخوریم. خلاصه یه بزمی به راهه، تو هم پیشمون باش با هم اشغال کنیم. و اما تخمه برگشته با فصل جدید سریال لستافاس که ما فصل اولش هم همه قسمتش رو رفته بودیم و بررسی کرده بودیم. چه بهانه‌ای بهتر از فصل دوم لستافاس واسه اینکه شروع کنیم تخمه بسازیم. و اما تو این قسمت هم خیلی چیزای جالبی بهمون نشون میده، ایسترگایی داره که مثلا بهتون میگم این مرده که او رفت روش دوربین این کی بود، یا شباهت صحنه‌های سریال بگیم و میخوام بهتون نشون بدم. و اینم در نظر داشته باشید که اسپویل داستانی نداره، پس اگه داستان گیمشو نمیدونید و صرفا طرفدار سریال لاستافاس هستید اصلا نگران نباشید، ما اینجا اسپویل نمیکنیم. خلاصه کلی داستان باحال داریم که قراره تو این ویدیو بریم سراغش. پس برسم همیشه میریم واسه دو. ما این قسمت اینجوری جلو میبریم که من مانیتور جلوم دارم و قسمت یک و جلوم باز کردم، با هم دیگه سکانس به سکانس میریم جلو و اون نکتهایی که جالبه و یه حرفی برای گفتن راجبش دارم و حتما باتون مطرح میکنم. و همونطوری که دیدید فصل دوم قسمت اول جایی شروع شد که فصل اول تموم شده بود و قولی که در واقع الی میاد از جول میگیره که میگه قول میدی داری راست میگی راجع به اتفاقی که افتاده و واقعا همینیه که تو تعریف کردی. اونم بهش قول میده که آره من دارم حقیقت رو میگم. و حالا فصل دو جای شروع میشه که یه اختلاف، یه دلخوری بین این دوتا وجود داره نسبت به چیزی که این اول اپیزود نشون داده. ما میتونیم حدس بزنیم که در آینده در واقع این قراره به چی برسه و خب یکی از دلایلی که این دلخوری وجود داره و این اختلاف بین این دو طرف وجود داره قطعا میتونه این مسئله باشه که الی انگار یه بوایی برده از دروغی که در واقع جول بهش گفته. اما تو این پناه زرافه ها رو داریم. کلا قصه لاستافاس چه تو گیم چه تو سریال از زرافه توش خیلی استفاده میشه. یه نمادیه که خیلی توی پلان‌های مختلف تکرار میکنه. ما تو فصل اول هم زرافه داشتیم، تو این فصل هم زرافه رو داشتیم و تو گیم هم بارها عروسک زرافه خود زرافه رو داشتیم و میتونه در واقع سمبل این باشه که هنوز اون امید به حیات هست، هنوز چیزای مثبتی تو این دنیای مونده، هنوز پاکی تو دنیا وجود داره. و اما بلا فاصله با کاراکتر جدیدی آشنا میشیم به اسم ابی که قراره کارکرد مهمی توی داستان ما داشته باشه و کاراکتر مهمیه، به طوری که شما اگه گیم لاستافاس گیم دومش رو بازی کرده باشید یه بخشیشو اصلا باید با ابی بازی کنید. حالا گیم میاد یه مدل دیگه قصه میگه و سریال یه مدل دیگه رو واسه قصه گویی خودش انتخاب کرده که این به نوبه خودش جالبه. ما توی گیم لزوما نمیدونیم که ابی دقیقاً دنبال چیه و مسئلهش چیه، مشکلش چیه. شروع میکنی با ابی بازی کردن تا جایی که بعداً به مرور متوجه میشی که اصلا ابی کیه، چیه، داستانش چیه و چی میخواد. اما اینجا به ما یه سرنخی از همون اول میده و نشون میده که این یکی از در واقع اعضای همین فایرفلایزاست، کنار در واقع اون قبرستونی که واسه اونایی که از دست دادن درست کردن وایساده، ناراحتن همه. ابی خیلی ناراحت تره و مشخصات جولو به خاطر سپرده واسه اینکه بره دهنش رو صاف کنه. پس همین اولش این قضیه رو برای ما جا میندازه که ابی قراره کسی باشه که جلوی جول توی داستان برای ما در بیاد و ما اینو تو سریال میدونیم و خواستن سریال رو داستانش رو این مدلی جلو ببرن که انتخاب نمیدونم بگم خوبه بده. باید ببینیم تو قسمت بعدی میخواد به کجا برسه. اما درباره بازیگر ابی باید بگم که خب نظر فیسی به نظر من خیلی شبیه ابی گیمه، ولی از نظر بدنی بدن ابی توی گیم یه بدن کاملا چغر ورزشکاریه، یه ذره مردونه است، ولی خب اینجا یه بدن دخترونه رو روی این خانم داریم، بهتر بگم یه بدن زنونه رو داریم. اونقدر تستوسترون نمیبینم تو این بانو. واسه همین از نظر فیسی طبیعتا اوکی هم با این انتخاب، از نظر بدنی
خب شباهت نداره، ولی اینجوری نیست که اوکی نباشم. به خصوص با همین چند تا پلان کوچیکی که از ابی دیدیم تو این قسمت اول، به نظر من بازیگریه که این نقشو میتونه مال خودش کنه. دوره برمیگردیم به الی، جایی که با یکی درگیره. اول طبیعتا زنا میره سمت اینکه نکنه واقعا درگیرن چون خونیمالی شده، ولی بعدش ببینیم که یه درگیری تمرینیه. چرا؟ چون الی میره گشت میزنه در واقع بیرون این جایگاه امنی که درست کردن، لازمه که سری مهارتاشو تقویت کنه. ولی بعد این کاراکتری که اگه اشتباه نکنم اسمش جسیه میاد بهش میگه که جول گفته که بهت سخت نگیریم، یعنی بهت آسون بگیریم. منم به این گفتم که خیلی سخت نگیریم. در کل تو این قسمت میبینیم که جول رد پاش همچنان تو محافظت از الی همه جا هستش، میگم به قولی اوور پروتکتیو شده، یعنی زیادی مراقب الیه. و اینم یکی دیگه همون دلایلیه که با همدیگه به مشکل خوردن. الی یه کاراکتر خیلی کله شقی داره که دوست داره خودش رو پای خودش وایسو، و اونور جول به واسطه اون ترامایی که براش به وجود اومده سر دخترش، 2 دستی که چه عرض کنم 4 دستی چسبیده به الی برای اینکه بلایی سرش نیاد و به شدت میخواد ازش مراقبت بکنه. جول خب 5 سال گذشته اون رول پدر بودن خوب به جونش انگار نشسته و قشنگ دیگه عینکی هم شده و نشسته یه چیزی هم تعمیر میکنه و تیپیکال باباها دیگه، خیلی سیس پدرونه گرفته که بهشم میاد. ولی از اون ور دینا دوست الی رو میبینیم که رابطه بهتری داره با جول از خود الی در حال حاضر. جالبه که تو گیم اصلا اینطوری نیست و اونقدر رابطه مستقیمی بین دینا و جول وجود نداره، ولی تو سریال اینطوری داره جلو میره که انگار دینا اومده الان جای خالی الی که در واقع نادیده میگیره جول رو پر میکنه، کنار جول هستش. حتی یه ایستریگ باحالی که وجود داره اینه که یه جایی از همین اپیزود دینا به الی میگه که امشب قراره با جول فیلم کورتیسن وایپر 2 رو ببینیم، تو هم میای. این دقیقا همون فیلمیه که جول قرار بود با دخترش همون شبی که این فاجعه شروع شد تو دنیای سریال قرار بود با دختر خودش ببینه، و حالا میبینیم که الان دینا قراره این فیلم رو با جول ببینه. یه رفرنس دیگه به این کورتیسن وایپر میدن جایی که دینا به الی میگه که شبیه فیلم کورتیسن وایپر شدی. این در واقع همون فیلمیه که ما توی فصل اول دیده بودیم که قرار بود جول با دخترش ببینه. حالا اینجا هم چند تا رفرنس بهش دادن. راجع به دینا باید بگم که بازیگری که قرار بود نقش دینا رو بازی کنه یکی دیگه بود. تو سیزن اولم بهمون چند جا نشونش داده بودن که داره زاخسیای الیو چوب میزنه، اون پشت مشتا بود و بعد اینا که حواسشون بهش جمع شد پیچید به بازی. اون یه بازیگر دیگه بود، ولی خب یه جورایی از زیرش میتونن در برن به خاطر اینکه هیچ وقت رسمی معرفی نشده بود به ما که اون دیناه، ولی قرار بود دینا باشه و قرار بود تو فصل بعدی هم اون دینا باشه. به هر دلیلی کنسل شده. این بازیگر جدید داره نقششو بازی میکنه که تو نقش دینا به نظر من خوبه، هرچند از نظر ظاهری بازم شبیه دینای گیم نیست. و خب این سریال یه جورایی نشون داده که خیلی علاقه‌ای هم نداره و اونقدر درگیر این مسئله‌ای که دقیق حالا همه شبیه همون کاراکترهای گیم باشن نیست. خود کارگردان گیم هم بالا سر کار هستش و در واقع اونطوری هم نیستش که خیلی پروژه بی‌ثواب باشه یا بخوان اثر خودشون یه سری کار رو کنن. انتخاب خود کارگردان گیم با در واقع عوامل سریال و هر دلیلی که وجود داره بعضیاش خوب در اومده و بعضیاش خوب در نیومده. ما جلوتر متوجه میشیم که تامی هم خبر داره از این قضیه که الی در واقع مریض نمیشه و آلوده نمیشه. بهش میگه که این قضیه رو قرار بود جار نزنی و همه جا راجبش صحبت نکنی. بعد الی هم خب طبق معمول الی داد و بیداد میکنه، بدتر میگه که نه من فلانم من بیسارم. این قسمت الی خیلی جیگرمون رو سوزوندا، یعنی تو مخی شروع کرده دیگه، هی میخواد هرس در خودش رو تو محیط خطر میندازه و از همه مهمتر با جول اونطوری رفتار میکنه. آخه من میدونم هم من هم شما همه الان از دستش قاطی میگیم دختر آخه خجالت بکش، جول این مرد بزرگ حرمت داره نه لذت. جول رو میبینیم که میاد پیش تراپیست. به نظر من اینجاش بامزه ترین جای سریاله، خیلی جالب بود. اون جایی که من رو به شدت یاد اون تراپیسته توی قسمت اول پایتخت انداخت. پایتخت سری جدید اگه دنبال بکنین قشنگ میگه که وقتی مثلا پول نمیدی واسه تراپیست دیگه، وقتی کم پول دادی مثلا
دوستت بهت گفته ساعتی 100,000 تومان میگیره تراپیستم. اینجوریه که بیشتر به جای اینکه کمکش بکنه 4 تا غم و غصه هم میذاره رو دوش جول. مثلا میگه با بس دیگه، این چه رفتاری آخه پیاده میکنی، دختره دیگه، تینیجر دیگه، ولش کن دیگه. اصلا خیلی بامزه بود. و اینکه به جای اینکه پول پرداخت کنه، ماریجوانا بود چی بود، اونو به عنوان پرداخت میده. خانم تراپیست خودش اصلا مواد میزنه یادش بره غم دنیا رو، خودش تراپی لازمه لعنتی. ولی خب چند تا دیالوگ خیلی خوشگل رد و بدل میشه که توی گیم هم در واقع بود. و اینکه تراپیست میگه من میفهمم تو چته و یه چیزی داری هم من قایم میکنی، میاد میگه که من اصلا تو متنفرم چون تو شوهر منو کشتی. میدون تو خواه این سوخت برنامه تخمه خود تخمه است دیگه طبیعتا. میگم ازت متنفرم چون تو شوهر منو زدی کشتی و خیلی سعی میکنم که بهت حق بدم چون میدونم چاره دیگه نداشتی، ولی ازت بدم میاد. حالا تو هم اون حقیقتی که قایم کردی و بگو. که ببینیم که جول خیلی احساسی میشه و اونجا دوربین چقدر خوب کار میکنه. یعنی دوربین تو لحظه درستی کلوزآپ میشه، دقیقاً ما کامل وارد حریم جول میشیم که چقدر این قضیه برای سنگین و مهم، اون سنگینی به جون ما هم میشینه. پس کامرا ورک هم خیلی درست و اصولیه. اینجا دیالوگ خیلی خوشگل و دلربایی که میگه که چیکار کردی باهاش که اینقدر ناراحته، چیزی میگه که در واقع خیلی متناقضه و میگه که نه اتفاقا چون نجاتش دادم این مشکلی که الان داریم وجود داره. من تو فصل قبلی هم گفتم من به جول کاملا حق میدم که این انتخابو بکنه و قویاً پاش وای میستم. منم تو اون شرایط بودم الیو نجات میدادم. تمام. اینجا یه ایرادی وجود داشت تو این قسمت، با اینکه همینجا بگم من این قسمت خیلی دوست داشتم و خیلی باحال بود به نظرم. کاملا اومد بیس فصل دومو خیلی خوب چید و قطعاً در ادامه هم اینا رو برداشت میکنه و کار خوبی باش میکنه. قسمت بی‌نقصی بود، اما خیلی خوب موقعیت جغرافیایی جایی که الی توی زندگی میکنه رو به بیننده نشون ندادم. ولی من بهتون میگم حالا 1% اگه نفهمیدین، الی در واقع داره تو گاراژ پشت خونه جول زندگی میکنه و خودش رو ایزوله کرده. یعنی نظر در واقع سمبولی هم بخوایم بهش نگاه بکنیم، یعنی این در واقع از بقیه این جامعه جداست و تو گاراژ یه خونه داره زندگی میکنه و تفاوت الیو در واقع بیشتر توی فرم میسازه که جالبه. اما مسئله که هستش خیلی خوب جغرافیا نمیسازه. ما دقیقاً نمیدونیم لوکیشن جایی که الیاس کجاست، جول کجاست، خیلی سراغ اینا توی قسمت اول نمیره که حالا نمیشه گفت ضعف، ولی میتونست بهتر باشه. و اما ما گیتار رو میبینیم توی اتاق الی. این گیتار در واقع پل ارتباطی در واقع واسه شکلگیری رابطه جول و الی با هم دیگه. یعنی دیدیم که یه نقطه مشترکی هم اگه داشتن و تونستن چند کلمه با هم صحبت کنن سر گیتار بود. در و دیوار اتاق الیو نشون میده. ما میدونیم که به قصه‌های فضایی و کلا به فضا و این چیزا علاقه داره، به فضانورد و اینا. پوسترای رو دیوارش عکس از فضانورده و یه اینزرت شات داریم روی دست الی که دیدیم تتو زده روی اون جای گازی که وجود داره رو دستش و اومده در واقع اونو کاور کرده با تتو که خیلی حالا شاخکای بقیه تیز نشه که این چیه و داستانش چیه و اینا. حالا چیزی که جالبه اینه که ما این کاراکتر رو بهمون نشون میده که اسمش کته. بعد این پشت دینا و الی که دارن با هم صحبت میکنن، از صحبتاشون متوجه میشیم که الی یه زمانی با همین کته تو رابطه بوده و دینا بهش تیکه میندازه، میگه انگار که نشونشم روت باقی گذاشته، یعنی روت یه تأثیری هم گذاشته و رفته. که این صحبت دو پهلو، هم تأثیر عاطفی منظورشه، هم در واقع کت همون کاراکتریه که این تتو رو روی دست الی زده و احتمالاً موقع این تتو رو زده که با هم تو رابطه بودن. پس منظور اون صحبت دینا تو این بخش این بود که اون نشونه‌ای که روت گذاشته در واقع همون تتوییه که این تا آخر اون باش میمونه و در واقع چون یه چیزایی هم از همین اولش بین دینا و الی وجود داره و با هم یه حالت لاستوریان، داره یه تیکه‌ای هم به اون میندازه، بعد الی یه تیکه‌ای راجع به دوست پسر اون میندازه. این کارا دیگه خودتون میدونید. بعد با هم دیگه میرن و برنامه‌ریزی میکنن که یه کلیکر، همین زامبیایی که نمیبینن و صدا میشنون و اینا، خیلی هم سریعا برن که اونا رو بکشن که این کارو میکنن. خیلی این دوتا شرن و اینکه قصه یه ابعاد فمینیستی هم داره، بحث اینکه چرا زنان
نه چرا مردا آره فلان و اینا. این جهت که مثلا الی به دینا میگه که چیه نکنه میخوای مردا بیان به جد برن کلیکر رو بکشن. یا بعدن تو اون دادگاهه مثلا میبینیم که زن تامی برمیگرده بهش میگه که چه فرقی میکنه اگه مثلا تو جول برید یا الی و دینا برن. از نظر من که خیلی فرق میکنه، چون الی و دینا دو تا دختر مثلا 18 19 سالن و هم از نظر تجربه‌ای، هم از نظر زور بازویی و هم از نظر قدرت کنترل احساسات، به خاطر اینکه سنشون کمه ضعف‌های بیشتری در حال حاضر میتونن از جول و تامی داشته باشن. پس اگه جول و تامی با هم دیگه برن و یک کلیکر رو بکشن احتمال موفقیتشون خیلی بیشتره، در جایی که اگه این دوتا برن ممکنه خودشونو به چخ بدن. این اصلا بحث جنسیتی هم نیستش و بحث کاملا منطقیه. آره حقوق زن و مرد باید برابر باشن، ولی دیگه وقتی حالت شعار میشه و زیادی میخوام بکنن تو چشت که نه اینطوری هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، آقا فرق داره. ما هم باید فرقا رو بپذیریم و هم باید سعی بکنیم که حقوق هر دو جنس با هم دیگه تو جامعه برابر باشه. پس تا شما الان دارید ساب میکنید کانالو و ویدیو رو لایک میکنید، من این تخمه میزنم. تخمه ترکید تو دهنم. از الانم بگم اگه میخواید بگی صدای تخمه رو مخه، تو رو خود تخمه نخور تو ویدیو. بچهای قدیمی که نمیگن، شما جدیدا. باید بگم که من کاملا میفهمم این قضیه رو که صدای تخمه ممکنه واسه استریو تو مخ باشه، ولی ما هیچ وقت تخمه رو رها نمی‌کنیم. بعد الیو می‌بینیم که میفته توی زیرزمینی و بعد اونجا مجله‌ای رو می‌بینه که خیلی جالبه. یه مجله واقعیه که واقعا در واقع تو دنیای ما تولید شده و نظر تاریخی هم اگه بخوایم بررسی بکنیم 4 روز قبل از اینکه این مریضی پخش بشه این مجله چاپ شده. عکس جنیفر انیستون هست، در واقع واسه دوره‌ایه که فرندز خیلی سریال محبوب و همه‌گیری بوده. این پایین‌تر هم عکس جویی رو می‌بینیم اگه دقت بکنید و اینم به نوبه خودش جالبه. و بعد جلوتر یه سرصدایی میشنوه و ما با یه زامبی دیگه اونجا آشنا میشیم. زامبی بیاد بهش نگیم دیگه، خیلی زایه است، نمیدونم بعد چی بگم، به همشون هر کدوم یه اسمی دارن. ولی میبینیم که این موجود رفتار به نوعی متفاوت تری ازش میبینیم و انگار که ایوالو شده یا در واقع جهش یافته است. و ما حتی دیدیم که صحنه از الی فرار کرد، یعنی شاید میشه گفتش که خطر رو درک کرد و با اینکه الی گفت بیا حرومزاده من میخوام بزنم، اون رفت اصلا پیچید و در واقع میخواست با یه بازی که راه میندازه الی رو شکست بده، که این نشون میده که اینا هم دارن قوی تر میشن، اینا هم دارن رو به جلو میرن. مثلا مثل واکینگ دد نیست که 8 فصل همون خری که بودن اینا بودن و هیچ تغییری نکردن. دهنتون سرویس. اونجا میبینیم که الی رو گاز میگیره و سریع قایمش میکنه که دینا نبینه و بعداً هم با چاقو اونو کامل میبره که شبیه رد چاقوش بکنه به جای اینکه شبیه جای گاز باشه. یه نکته هم راجع به این جوک بربیکیو که دینا به الی گفت بگم. خب ما تو فصل اول یادتون باشه دیدیم که الی این کتابای جوکای نمیدونم ما بهش میگیم شوهر عمه‌ای فکر کنم جمع میکرد و میخوند و خیلی دوست داشت و حسب اتفاق دینا هم این سنس اف هیومر رو داره، یعنی شوخ طبیع رو داره. یه جوک همون موقع درست کرد از اون شرایطی که همون خرس و اینا دید و گفت بربیکیو بالاخره چون شاید باربیکیوه. بعد دیدیم که الی میاد اینو تو دفترش مینویسه و اینا همه نشونه‌ها اینه که تو کف دیناه و اینکه این ارتباطشون هم از طریق این شوخ طبیعه و این چیزا داره شکل. و میرسیم به سکانس مهمونی، جایی که خیلی شبیه همون سکانسی که تو گیم هستش در اومده و خیلی خوشگل و رویایی و باحال شده. جایی که قرار الی و دینا با همدیگه برقصن، شروع میکنن با همدیگه رقصیدن. دیالوگایی که توی اینجا رد و بدل میشه تا حد خیلی زیادی شبیه به دیالوگای گیمه و خیلی بهش دست نزدن و شکلگیری یه رابطه عاشقانه رو بین دو تا دختر میبینیم. قبل اینکه بریم سراغ جلوتر، این ایستری که بهتون اولش گفتم که این آقای کیه خیلی ممکنه براتون جالب باشه. این در واقع خود گوستاوو سانتاولالا، نویسنده همین آهنگ تیتراژی که تو سریال لاست اف اس هست که خیلی همه دوستش داریم، خود گوستاوو و توی سریال تو فصل دوم آوردنش و یه در واقع ایستری باش درست کردم. من اولش که دیدم، من این قیافه خود گوستاوو رو خیلی ندیده بودم، مثلا چند سال پیش یه بار دیده بودم. بعد دیدم که دوربین یه مکس غیر عادی کرد رو این، یه شاتی بهمون داد از یه آدم با یه ویژگی‌های خیلی خاص از نظر ظاهری که عادی نبود. این تو ذهن من کانک خورد که
من اینو میشناسم و بله رفتم دیدم که دقیقاً آهنگساز دلستافاسه و چقدر فوق العاده است کار این مرد. دمت گرم، یعنی آهنگی ساختی که من 20 سال دیگه از ذهنم نمیره. ماچ به ریشای خوشگلت. و اما جلوتر میبینیم که اینا که خیلی دیگه داشتن با هم لاو میترکوندن، یه بابایی اومد گفتش که هی اینا موسا اینجا جای این کارا نیست، اینجا کلیساه. و بهشون گفت هم جنسگرا، هم جنس بازا، حالا هرچی. همونجا دیدیم که مثلا جول سیس آراگون، جایی که اولین بار تو لورد آف ترینگز دیدیمش اینجوری تو سایه نشسته بود، اینجوری از دور نشسته بود و داشته نگاه میکرده دینا و الی رو که ببینه اگه کسی خدایی نکرده سمت اینا اومد بپره گلوشو جر بده. بعد تا این یارو اومد یه چیزی گفت، یهو یه دونه کامیون اومد از کنار خورد بهش، این بنده خدا رو پخش زمین کرد. من دیگه چی بگم آخه این جول چقدر دوست داشتنیه، چقدر آدم سمیه، خیلی باحال حال میکنم. و اونجا دیدیم که تازه الی بدتر قاطی کرد، حالا همون کاری که خودش میخواست بکنه به دهنش رو صاف کنه جول کرد دیگه. چرا سخت میگیری دختر، دیگه داری حال منو بد میکنی، از اپیزود بعد لطفاً خودتو اصلاح کن. و ما دیدیم که این ریشه های کل و کثیف موجودای قارچ زده تا این شهر هم رسیده و اینا هنوز نمیدونن. داره بیلداپ این قضیه شکل میگیره که ما با یه هوردی طرف باشیم یا یه گله یا دسته خیلی بزرگ از این موجودا، که این آرامشی که در حال حاضر وجود داره تو این 4-5 ساله قطعا باید اون ساید برعکسش هم داشته باشه که یه فاجعه‌ای هم پشتش باشه. بعد آمادگیشو داشته باشیم. و بلافاصله ما ابی رو میبینیم که از دور چند تا نور میبینه. ابی و دور دستش در واقع جای الی و جول یا این شهری که اینا دارن توی زندگی میکنن رو پیدا میکنه و یه لبخندی میزنه که ما داریم میاییم. و این بود قسمت اول دلستافاس. امیدوارم که تخمه ها رو برا کرده باشید، خوش گذشته باشه بهتون. مثل همیشه سعی کردم که گپ خودمونی راجع به اپیزود اول فصل دوم سریال دلستافاس با هم داشته باشیم. نظر شما خیلی برام مهمه، خیلی دوست دارم با هم دیگه توی بخش کامنت ها گپ بزنیم، ببینم شما هم چه حسی داشتید نسبت به چیزایی که دیدین. لطفاً تا اونجایی که میشه سعی کنید هیچی رو اسپویل نکنید و بذارید که اون کسایی که ندیدنم از روند سریال لذت ببرن. دیگه همین دیگه، تخمه آخر رو میزنم. شما که تا آخر ویدیو میبینید مثل همیشه جیگرای منید، مرسی که همیشه در کنارمید، همیشه پای رفاقتمون هستین. حتما کانال ساب داشته باشید که هفته بعد دقیقاً قسمت دوم رو میریم براش. 2 ویدیو میذارم این چپ و راست، یه سری بهشون بزن پشیمون نمیشید. دیگه حرفی نیست، مراقب خودتون باشید. فعلا